سلام بچه‌ها، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز یه ویدیو داریم. کلا میخوام در طول روز چیزایی که میخورم و تمرینی که امروز میخوام بکنم و میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. بعدش این که یک هفته مونده تا مسابقه من، هم سدیومم قطعه تقریبا، هم کربم خیلی کم شده و یه خورده سخت شده دیگه. حالا غذاها رو براتون میذارم، بزن بریم غذا رو بخوریم بریم باشگاه. خب بچه‌ها، این بعد تمرینمه. حالا من پروتئینمو باید مرغ برمی داشتم، متاسفانه خونه نبود. حالا بعد باشگاه میخرم، حالا در ادامه شب 200 گرم دیگه هم از اون برمیدارم. بعد اینکه مکملایی هم که میخورم امروز، کراتین میخورم قبل و بعد تمرین 3 گرم، BCAA بعد تمرین و یه اسکوپ هم پروتئین وی ایزوله دیگه. کلا امروز خیلی بیحالم دیگه. ذره سدیم بچه‌ها بهتون بگم بدونی، سدیم همون نمکی، همون چیزایی که باعث میشه مثلا شور باشه یه چیزی، این هم خود نمک میشه، هم خیلی چیزا هست، هم سفید تخم مرغ مثلا داره، گوجه داره، توی ماهی هست، خیلی چیزا که این باعث میشه که اگه امتحان کنی مثلا یه روز 2 روز 3 روز قطع کنی اینا رو کلا نخورین، آب زیر پوستتون خیلی کمتر میشه یا یه حالت پف بدنتون میره و خیلی سخت میشه کلا دیگه از ذخایر بدن، انرژی بدنتون سوختش رو تامین میکنه، یه ذره سخت میشه. این دوست عزیزمونم سلام، ایشون هم سدیمش قطعه چند روزه، خسته است، تو خشکم میکنم. آره بچه ها، این وعده اوله امروز، چون نمک هم قطعه، کلا خلای کربا مثلا سدیم قطعه هم نمک، یعنی یک گوشت خالی دیگه، گوشت خالی با پیاز متاسفانه. خب بچه ها، ساکو جمع کردیم بریم باشگاه. یه 10 دقیقه رو پیاده روی داریم. هوام انقدر سرده، ما هم درصد چربیم پایینه، دستام داره یخ میکنه. خب آقا، یه چیزی، بچه‌هایی که میخوان رژیم بگیرن، به نظر من حالا چه واسه مسابقه چه حالا واسه تناسب اندام و وزنشون و اینا، به نظر من حالا از نظر ذهنی آماده باشن، چون میدونی که رژیم مستقیم رو مغز آدم تاثیر میذاره. یعنی خیلی کارهایی که چیزایی که دوست داشتی قبلا بخور، دوست نداشتی قبلا بخوری، اونجا دلت میخواد بخوری، حتی چیزی که بهش علاقه نداری. یعنی تا فیا خالدون اون چیزایی که نخوردی هم دوست داری بخوری، اون مغز آدم ای به آدم میگه که آقا باید این کارو بکنی. اول از نظر ذهنی به نظر من خیلی جوابه، اول که آماده باشی. بعد واسیم دم باشگاه یه قهوه بگیریم، کافئین قبل تمرین رو بریم ادامه داستان همراه باشیم. اومدیم باشگاه بریم گرم کنیم، یه تمرین خفن کنیم. ماشاءالله باشگاه انقدر شلوغه، تو هر دستگاه یه نفر رخنه کرده. امروز باید زیر بغل کار کنیم و پشت بازو با هم دیگه. البته من ترکیبی دارم دیگه، یه هفته دیگه تا مسابقه مونده، زیاد تمرکزی روی عضلام تمرین نمی‌کنم. بریم پر انرژی بتر کنیم. بزن بریم.
خب بچه‌ها تمرینم تموم شد. فقط این تمرینایی که من میکنم مالی یه هفته قبل از مسابقه است، یعنی خون رسانی و این داستاناست. یعنی واسه بچه‌هایی که تازه دارن شروع میکنن یا مثلا کسایی که میخوان ضعفاشون رو بگیرن، وزنشون پایین بیاد، حالا یه برنامه‌های دیگه‌ای دارن، به این شدت لازم نیست تمرین کنن. حالا اونا رو تو ویدیوی بعدی براتون توضیح میدم داستانش چیه و اینا. یه کنترل بدن هم کنیم، یه فیگور بگیریم با هم ببینیم به چه درجه‌ای رسیدیم. بچه‌ها دو تا موزیک ویدیو خفن هم داره میاد، اونم حتما پیگیر باشین. دو تا ترک نابی. اینا هم فیگورای فیزیکه برای مسابقه. بریم دوش بگیریم، بعد غذا رو بزنیم و شیک پروتئین و اشغال بزن بریم. این سره اصلا غذای فقیرانه. باید سردم میشه دیگه، واقعا چجوری میشه خوردی؟ اونم گوشت. نه بازم حال میدونم. بس خدا شد که یه 50 گرم سیب زمینی هستش، گلو میره پایین. خدا خوشمزه. بس خوبه 50 گرم سیب زمینی داره توش، نه گلو پایین میره.